تمام زنان جهان در نوک قله به دنیا اومد و تمام مردان جهان در ته دره به دنیا اومد. همه مردان جهان. یعنی اینکه برای اثبات عزتمندیشان هر روز باید تلاش کنه این دره رو هی بیاد بالا بیاد بالا. تنها نماد عزتمندی مرد در جهان تلاش روزانه آن مرد برای هی بالاتر آمدن. اما زنها چی؟ زنها که خودشون اون بالا به دنیا اومد، اینا باید چه کار کنن؟ بزرگترین مأموریت یک زن یا یک دختر فقط اینه که حواسش باشه که نیاد پایین. خود دختر عزتمند آفریده شده.